دوستای عزیز، ما به دره کنر هستیم، جایی که تقریبا 2 ساعت را دیگه تا اونجا بمونده که ما برسیم. دوستای عزیز، عمق از این زلزله قدر قوی است که مثل زلزله‌ای که به ایراد شد هزاران نفر و صدها نفر شهید شدن و زخمی شدن. متاسفانه میبینید که خانه‌ها همه ویران شده. ما تنها به 1 قریه و 2 قریه آمدیم. دوستای عزیز، واقعا سخت است به اینجا هموطنان ما، به خیلی امکانات ضرورت داره، حتی آب اینجا کم است. دوستای عزیز، ما بعد از 8 ساعت راه اینجا رسیدیم باشه و از شما خیرین محترم، از تمام دوستا و هموطنان گرامی میخوایم که هر کدوم بیاین جای خالی پر بکنیم، هر کدوم به اندازه توان خود کمک بکنه تا دست از هموطنان گرامی خود بگیریم.